آیسل گروه موسیقی اومده؟ بله اومدن، دارن آماده میشن. اینجا آماده است؟ اینجا هم آماده است. خوبه. بی زحمت برو پایینم چک کن. من برم آماده شم، بعدم میبینمت. بله. بابا جون. جونم. وقت داری یه چیزی بهت بگم یا نه؟ بیا. بابا من میتونم امشب با دوستان برم بیرون بگردم؟ نمیشه، امشب اینجا مهمونی داریم. ضمناً چه خبره؟ هر شب میری بیرون؟ اما بابا من به دوستام قول داده بودم که میام. با اجازه کی بهشون قول دادی؟ گفتم که امشب جایی نمیری. همه باید امشب خونه باشن. فهمیدی؟ جایی نمیری. چیز دیگه هم هست؟ نه بابا جون. خوبه. خوش اومدی. عزیزم خیلی خوشگل شدی. ممنونم عزیزم. من برم مهمونا رو ببینم. باشه. بابا جونم. حوصله‌ام سر رفته، میتونم برم تو اتاقم؟ باشه میتونی بری. خوش اومدی. خوش اومدین. لیلا. دفنه چه خبر؟ تو کی برگشتی اینجا؟ تازه برگشتم. تو چرا انقدر کلافه ای عزیزم؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نشده، فقط یکم ناراحتم. خب بابام نمیذاره با دوستان برم بیرون. ای بابا کسی توی این خونه نیست که هوای تو رو داشته باشه؟ به زهرا بگو اجازه‌تو بگیر از بابات. نه اون که اصلا نمیشه. بابام و زهرا. آره اصلا یادم نبود. یلدیز به یلدیز بگو. نه دیگه چی؟ فکرشم نکن. از نامادری کم سن و سالت متنفری ها؟ عزیزم اون دوره دیگه تموم شده. ذهنیت تو عوض کن. چقدر دموده‌ای. باید بری نامادری رو بکشی سمت خودت و تمام کاراتو بسپاری به اون. یکم از عقلت استفاده کن. علیحان خوش اومدی. خیلی ممنون. حالت چطوری؟ خوبم ممنونم. تو چطوری؟ خیلی ممنون. زینب نیومده؟ خبر ندارم. الانه که بیاد. چطوری یولیس؟ خوبم علیحان، خوش اومدی. خیلی ممنون. وای 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 وای. امیدوار بودم سنت که بالا میره زشت بشی. برای چی؟ برای اینکه ناراحت نشم تو چرا مال من نشدی. برای همین. خیلی وقت ندیدمت. بیا بریم بالا با هم حرف بزنیم. بیا. دایی جون خوش اومدی. واه خوشگل داییشه. من بالا. باشه. خیلی هیجان دارم، مهمونی اولمه. خواهرمم اومد. زینب آبجی خوش جون. اومدی. جیم خوش اومدی. خیلی ممنون. مامانت چطوره؟ بهتر خیلی حالش شده؟ بهتر. خوشحال شدم. ممنون. جیم خوش اومدی. مرسی ممنون. خوش اومدی زینب. خیلی ممنونم. علیحانم اینجاست، بالاست. شما بریم بالا، ما هم با هم دیگه میایم. باشه. پس میبینمتون. میبینمتون. مهمونی خوبی شده. آره. تو از اولم همین جوری بودی. از کجا میری اینا رو پیدا میکنی؟ خیلی باحال. بعداً میگم از کجا پیدا میکنم. یه لحظه. چه خبر؟ نمیدونستم میاد. یلدیز عوضم کرد. حد زدم. سلام من دفنم. سلام جیم. سلام.
زینب. خیلی خوشوقتم. منم همینطور. جم برادر لال است. جالبه که چرا ما تا حالا هیچ وقت همدیگر رو ندیدیم. به خاطر اینکه من آمریکا بودم. منم تو انگلستان بودم. لاله رو خوب میشناسم. وایسین، عروسیتون دعوت شده بودم. متاسفانه نتونستم بیام. نه ما اونا با هم نیستن. بچه‌ها معذرت میخوام. مهم نیست. من از همسرم جدا شدم. نمیتونم بگم ناراحت شدم چون دوست دختر خیلی نازی داری. نه من و زینب فقط دوستی. انگار رو دور خرابکاریم، یکی جلومو بگیره. زینب جون خیلی ببخشید، من بعضی وقتا اینجوری چرت و پرت میگم، لطفاً به دل نگیر. حالا که پشت سر هم خرابکاری کردم جمع‌بندی میکنیم. شما دوتا واقعا خیلی به هم میاد. من برم ببینم لیلا چی کار میکنه. اگه سهامشون انقدر که میگم پایین اومده باشه، الان برمیگردم. بابا جونم اومد. تو مشروب زیاده روی نکن. بابا جون این آخری بود، نگران نباش. نگرانم من. باشه حواسم به همه کارات هست. باشه. حالتون چطوره؟ همه چی رو به راهه؟ چطوری؟ خوبی؟ میتونیم بیای آشپزخونه؟ خیلی معذرت میخوام. چطوری شما؟ اینا که همشون خوبن، چرا صدام زدی؟ نه خانم، مشکلمون تو ایناست. سرویس نقره‌ای خواسته بودین اما بقیه‌شو پیدا نمی‌کنم. این که مهم نیست آیسلی، یه ظرف دیگه جایگزینش کن. باشه خانم. یلدیز میتونم یه چیزی بهت بگم؟ باشه بگو. بریم یه جای دیگه، بریم اتاق بابا. نکنه اتفاق بدی افتاده. بیا چی شده؟ میگم. بگو چی شده؟ یلدیز اگه ازت چیزی خواهش کنم برام انجامش میدی؟ لیلا حوصله بازی کردن ندارم، لطفا منو قاطی نکن باشه؟ یلدیز قسم میخورم نمیخوام بازیت بدم. امروز تولد یکی از دوستامه و بابام اجازه نمیده من برم اونجا. 1-2 ساعت منو اداره کن. وای دیوونه شدی؟ حواست هست چی میگی؟ یلدیز خواهش میکنم تو رو خدا لطفا، قول دادم اگه نرم خیلی زشت میشه. خواهش میکنم یلدیز. حالی اگه بفهمه تو یواشکی رفتی بیرون منو میکشه. قبل تموم شدن پارتی برمیگردم، بهت قول میدم. فقط میگی لیلا تو اتاقش خوابیده، فقط همین. 1-2 ساعت برمیگردم، ازت خواهش میکنم لطفا. باشه برو، اما خیلی زود برمیگردی یا دیر نکن. باشه خیلی ازت ممنونم. نگران نباش، 1-2 ساعت حتما برمیگردم. باشه بازم ازت دیر ممنونم. نکنی لیلا. اینو میکشم طرف خودم، زهرا تنها میمونه. معذرت میخوام. دوبله شده در استودیو جم. حواست هست اصلا تنها نموندیم؟ چطوری؟ اوف حالیت، میخوای همین جوری ادامه بدی؟ نه ترس، زنت نمیفهمه. دفنه مگه چیه؟ دروغ میگم؟ همش داری ازم فرار میکنی. هیچ دلیلی نداره که بخوام ازت فرار کنم. آره جون خودت راست میگی. من برم پیش علیحان. باشه برو. لطفا از خودتون پذیرایی کنید. توجه رو جلب میکنم. چی؟ نگاهات به زینب. باز خوبه کم و کسری نداریم. لیلا رو دیدی؟ عزیزم چیزه، فکر کنم تو اتاقش خوابیده. یعنی چون اینجا شلوغ بود اونم یه کمی خسته بود رفته تو اتاقش. آقا حقی اومدن.
سلام. حالی جون چطوری؟ شما چطوری؟ سلام. ممنون، تشکر. تابلو سالن پایینی رو از کجا خریدی؟ هفته آینده میریم مزایده. اگه میخوایی میتونیم با هم بریم. خوبه، همسرم به تابلوها علاقه‌منده. حالم خوبه. میخوای من باهات بیام؟ نه تو نیا، چون احتمالش هست یه تماس تلفنی خیلی مهم داشته باشه. پس هفته آینده میبینم. حتما. ممنونم. خونتونم خیلی قشنگه. بهت نشون میدم من کی هستم. زهرا وای چی شده؟ چی شده؟ زهرا افتاد. سری با آمبولانس خبر بده. زینب زهرا افتاده تو دریا. یکی به آمبولانس زنگ بزنه. یکی کمکش کنه، به آمبولانس زنگ بزنیم. بیا اینجا بیا. حالت خوبه زهرا؟ چی شده؟ زهرا عزیزم حالت خوبه؟ زهرا حالت خوبه؟ خوبم پام پیچ. زهرا چیزیش نشده. بیا لباساتو عوض کنی. دوستان عزیزم لطفاً بفرمایید داخل و این قضیه رو فراموش کنید. لطفاً بفرمایید. میبینیش دوباره خرابکاری کرد. آبجیشون گناه داره افتاد تو آب و دلت براش نسوزه. با این همه پولداری و خوشگلی همش داره مشروب میخوره. مهمونیم هم خراب کرد. الان همه در موردش حرف میزنن. پلیز بیخیال دیگه. آبروم رفت. بابام دعوام میکنه. عزیزم چی میگی؟ چرا دعوات کنه؟ بهت که گفتم من حلش میکنم. تو بیا قرصتو بخور آروم شو. خوبه آروم. بگیر بخواب عزیزم، دراز بکش. حسابمو میرسه. تو بسپرش به من، نگران نباش. بخواب عزیزم. دعوام میکنه. خیلی معذرت میخوام. زینب حالی تو ندیدی؟ نمیدونم. چیزه میدونی دفنه کجاست؟ دفنه رو ول کن. حالیت کجاست؟ اگه بره اتاق لیلا بیچاره میشن. چرا؟ مگه چی شده؟ آخه لیلا رفته بیرون، من گذاشتم بره. حالیت بفهمه منو میکشه. باید پیداش کنم. حق داری اما کاش مهمونی امشب رو خراب نکنی. فردا داد بزن، دعواش کن دیگه، خودت میدونی. ضمناً جلو مهمونا زشته اومدی تنهایی تو اتاقت. دفنه تو برو، من آروم بشم میام. باشه
حالیت میتونین قفل گردنبندم رو چک کنی؟ باشه. داره اذیت هم میکنه. یه لحظه. من که چیزی نمیبینم. حالیت من نتونستم تو رو فراموش کنم. دفنه حواست بود چی کار کردی؟ دیگه این کارتو تکرار نکن. زینب حالت خوبه؟ خوبه. زینب خوبه. زینب کجا؟ حالیت بالا نبود. آبجی میخوام برم. زینب کجا داری میری؟ لطفا نرو. آبجی جون خسته شدم. من به این همه سر و صدا عادت ندارم. اگه بخوای من میتونم برسونمت. نه نمیخواد. اینجوری که نمیشه. پس بذار باهات بیام. چی شده؟ من میخوام برم خونه. خیلی خوب بذار با هم بریم. باشه بریم. شبتون بخیر. بله بیا تو عزیزم. لیلا خیلی نگران بودم. بابام که نفهمید خونه نبودم. نفهمید اما کم مونده بود بفهمه. زهرا دیشب افتاد تو دریا. چی؟ چجوری افتاد؟ با کله افتاد تو دریا. باباتم عصبانی شد. یهو وسط مهمونی نیست شد. ترسیدیم بیاد بالا ببینه تو هم نیستی. دنبالش گشتم تو اتاق کارش پیداش کردم. یلدیز واقعا ازت ممنونم عزیزم. خواهش میکنم اما لطفا دیگه همچین کاری نکن. پدرت منو میکشه. منم میدونم اما خب به دوستام قول داده بودم. باور کن دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه. میگم برای بیرون رفتن اصرار نمیکردی. نکنه دوست پسر داری؟ آی نه عزیزم. تولد یکی از دوستام دعوت بودم. دانشگاهم داره دیر میشه. فعلا. اگه هم داشته باشی میتونی به هم بگی. چیز عجیبی نیست. دختر جوانی هستی. فعلا عزیزم. علیهان اینا رو گفت. علیهان اینا رو زینب من میدونستم. اون هنوزم دوستت داره. آرزوهامون داره برآورده میشه. البته این آرزوی توه. زینب تا کی میخوای اینجوری پیش بری؟ همه با هم قهر میکنن، آشتی میکنن، مگه چیه؟ نمیدونم ایلدیز. نمیتونم دوباره بهش اعتماد کنم. زینب جون تو بشین فکراتو بکن. ببین هنوز علیهانو دوست داری یا نه؟ با این نگاه معصومت اگه بگی نه من باورم نمیشه. اونم تو رو دوست داره. ازت یه شانس دوباره میخواد. شانس بدم؟ آره؟ های ایلدیز خیلی میترسم تصمیم اشتباهی بگیرم. بدترین تصمیم اینه که بعدها بشینی و افسوسش رو بخوری. یه چیز دیگه هم هست. بهم این فیلم رو داد گفت حتما ببینمش. زینب من عاشق این فیلمم. خیلی عالیه. دوتا عاشق تو بلندترین ساختمون نیویورک با هم قرار میذارن. من تا اومدم نشستم همه فیلم رو دیدم. بهم گفت ببینش تا بفهمی کجا باید بیای. اما هیچی از فیلم نفهمیدم. متوجه نشدم. نمیدونم کجا برم. خب اینجا که نیویورک نیست. یعنی باید بری بلندترین ساختمون استانبول. فهمیدم اون ساختمون بزرگ استانبول رو میگه. ای زودتر پاشو برو زینب. بیا آماده شو. یعنی چی که نیومد دیگه. علیهان این همه باهات حرف زد، فیلم داد، گفت پیدام کن. برای چی پس نیومد؟ من تعجب نکردم ایلدیز. علیهان اخلاقش اینجوریه. خدا میدونه لحظه آخری چی شده. حتما ترسیده. زینب میگم شاید یه اتفاقی براش افتاده. تصادفی چیزی کرده. شایدم یه کاری براش پیش اومده. کاش زنگ بزنی بپرسی.
چی بهش بگم؟ بهش بگم رفتم منتظرت شدم اما تو نیومدی؟ بگم چرا نیومدی؟ خودم حماقت کردم. چرا باور کردم که عوض شده؟ اگر عمدن نیومده حوالش کن به خدا. چی از جونت میخواد؟ ولش کن. دیگه این قضیه برای من تا ابد بسته شد. زینب جون بذار ببینیم چی میگه. یلدیز آخر شب اونجا نشستم. خب اگه میخواست بیا تو اون موقع باید میومد. الانم هرچی بخواد بگه اهمیت نمیدم. آی واقعا برات ناراحت شدم. فکر میکردم دوباره با هم آشتی میکنیم. ولش کن مهم نیست. آشتی میکردیم که چی میشد؟ میخواست دوباره 2 روز دیگه بترسه و فرار کنه دیگه. دوباره همین آش و همین کاسه میشد. خواهرم ناراحت نباش. یکیو که لیاقتتو داشته باشه پیدا میکنی. بیارزه. حالیت میدونه اومدی پیشم؟ نه بهش چیزی نگفتم. چرا میپرسی؟ همین جوری کنجکاو شدم. چون تازه ازدواج کردین حتما گزارش همه چی رو به هم دیگه میدید. نه عزیزم نباید به این مسائل با اون دید نگاه کنی. بگذاریم. زندگی متأهلی اصلا به درد من نمیخوره. همش باید تو قید و بند باشم. بی خیالش بابا. راستش حالیت هیچ وقت ازم سوال و جواب نمیکنه چون اعتماد داره. من خودم بهش میگم. عزیز من چرا اینجوری عادتش میدی؟ منظورتو متوجه نمیشم. تو بری خونه همه چی رو براش توضیح بدی اونم به این عادت میکنه. روزی هم که تعریف نکنی به هم میریزه. آخه چه نیازیه؟ خب راستش اینجوری فکر نکرده بودم بهش. هر جوری شروع کنی همون جوری پیش میره. بعد تا میگه اینجا برو اونجا نرو. نه بابا یعنی ممکنه بگه؟ ممکنه بگه عزیزم. من چون صلاح تو رو میخوام این چیزا رو بهت میگم. برای خودت ارزش قائل باشه. همه چیو بهش نگو. یکم زرنگ باش. یلدیز جون راستی خواهرت چی کار میکنه؟ کار خاصی نمیکنه مشغوله. بعد مهمونی خواهرتو دیدی؟ معلومه که دیدم. ما خیلی با هم صمیمی هستیم. چرا میپرسی؟ میشه منم یه روز تو جمعتون باشم؟ واقعا خواهر خیلی بانمک و خوشگلی داری. آره واقعا همینطوره. باشه حتما. خوش اومدی عزیزم. خیلی ممنونم عزیزم. حالت چطوره؟ خیلی ممنونم. شامم داره آماده میشه. پس من لباسمو عوض کنم بیام. باشه. راستی بعد از شام یه سر به زینب میزنم. چیزی شده؟ دیشبم اونجا بودی. نکن اتفاقی افتاده. یکم بی‌حوصله است. میخوام باهاش حرف بزنم. دعوتش میکردی؟ اینجا شلوغه. راحت نیستی. باشه عزیزم هر جور راحتی. لیلا هم 2 روز پیش داییشه. فردا بر میگرده. بیاد ببینم مشکلش چیه. تو امروز کجاها رفتی عزیزم؟ کار خاصی نکردم. با دفنه رفتیم بیرون. همین. واقعا؟ من میرم پایین. تو هم آماده شو بیا. باشه. میخوام دوستی تو با یلدیز تموم کنی. ای وای تو یعنی واقعا دوستش داری؟ آره من فکر کردم ازدواج کردی خوش بگذرونی بعدش هم طلاق. من اشتباه کردم. نباید اجازه میدادم با هم دوست بشیم. باشه پس دوستیمو باهاش تموم میکنم. واقعا نمیفهمم چرا برای توضیح نداده. آخه چرا باید مخفی کاری کنه؟ اینجوری گفت دیگه. یه مشکل خانوادگی. اما ممکنه راست گفته باشه چون لیلا 2-3 روز پیششه. آخه آبجی جون چقدر کارش مهم بوده که نتونسته بیاد. تازه اگه اینقدرم که میگه مسئله حاد باشه پس اون وقت چرا تو نمیدونی؟ معلومه لیلا کلافه بوده رفته پیشش مونده. اونم نکرده یه زنگ به من بزنه خبر بده. میگه تلفنمو گم کرده بودم شارژ نداشت. الکی به من چرت تحویل میده. واقعا نمیفهمم. مگه خودش بهت نگفت بیا اونجا همدیگه رو ببینیم؟ خب چرا میپیچونه؟ آبجی جون تو انگار دوست نداری بفهمی. این شخصیت واقعی علیحانه. همیشه همینجوری. به غیر از خودش به هیچ کس اهمیت نمیده. بگذاریم. اصلا بهتر که نیومد. این حرف دلته؟ واقعا این حرف دلمه یلدیز.
ادامه دادن با یکی مثل علیخان یعنی با دست خودتو بدبخت کنی. هیچ چیز دیگه یادت نمیشه. ناراحتی، همش ناراحت نباش زینب جونم. از اولم تعادل روحی نداشت. چند بار اینجا در مورد دیوونه بازیاش حرف زدیم، چند بار. دیگه من خسته شدم، لیاقت نداره، ولش کن. از یه طرفم آقای جیم شروع کرده. مگه اون چی کار کرده؟ امروز به هم گفت که منو دوست داره. چی؟ دختر من اینو کی بهت گفته بودم؟ من تا دیدمش فهمیدم که پسر بهت علاقه داره. آبجی جون قرار نیست چیزی بشه، گندش نکن. زینب مگه چشه؟ خوشتیپه، تحصیل کرده است، مهربونه، پسر خوبی، یه پولدارم هست. منم داشتم فکر میکردم ایلدیز کی میخواد به پولدار بودن جیم اشاره کنه. باشه بابا، برو یه بدبخت بیچاره پیدا کن راحت شو. زینب میتونم بپرسم چرا دست رد به سینه جیم میزنی؟ ایلدیز تو اصلا درکم نمی کنی. من اصلا حال و حوصله دوستی با کسی رو ندارم. وضعیتمو نمیبینی؟ من نمیگم دوست شو، برو باش بگرد، وقت بگذرون، بشناسش. شاید زد و بهش علاقه‌مندم شدی. من نمیتونم همچین کاری بکنم. زینب برای فراموش کردن کسی باید یکی دیگر رو پیدا کنی. قانون بازیش اینه. اوف ایلدیز، باز اومدی داری چرت و پرت بهم میگی ها. همینجوریش هم مخم داره میترکه. من میدونم دردت چیه. تو میخوای علیخان بیاد به پات بیافته. تو چی داری میگی؟ آره، یه بار میاد، 2 بار میاد، دفعه سوم که بیاد میبخشیش، بازم همین بلا سرت میاد. دیگه نمیبخشمش، فهمیدی؟ نمیبخشمش. پس دردت اینه که میترسی اگر به جم نزدیک بشی علیخان سمتت نیاد. دردت همینه. ایلدیز میشه لطفاً چرت و پرت نگی؟ علیخان برام تموم شده است. پس ثابتش کن. بهم ثابت کن. دیوونه شدی؟ چرا باید ثابتش کنم؟ حالا که میگی علیخانو نمیخوای، پس زینب به جم فرصت بده. جم گزینه خوبی برای ازدواجه. رابطش با بچهش خوبه. اگه علیخان بچه دار میشد سمت بچهش هم نمیرفت. ایلدیز ببینم تو چه عالمی سیر میکنی آخه؟ واقعا برام سواله. تو عالم خودم، دنیای ایلدیز. معلومه، چون بازم مزخرف میگی. زینب جون مگه چی گفتم؟ باید منطقی بری جلو. منو ببین. خوشبخت شدی. مگه چیه زینب؟ قرار نیست همه قبل از ازدواج دیوانه‌وار عاشق هم باشن. علاقه بعدم به وجود میاد. ایلدیز جون احساس میکنم حرفات خیلی شبیه حرفای مامانه. حق با مامان بوده. خوب حرفشو گوش کردم. تو چه موردی؟ نمیخوام در موردش حرف بزنم. کمال 100 بار گفتم اسمشو نیار. حیف. خدا میدونه الان چی کار میکنه. به ما چی کار میکنه؟ حتما تو بورسا ول میچرخه. اون پرونده مربوط به تبلیغات تولیدی اینجا دیدی؟ سلام یلدیز. انگار سلام ندادن تو ژنتونه. زینب کجاست؟ نمیدونم، همین دور و برا سلام میاد. باشه فعلا قیافه بگیر. باشه وقتی سورپرایز خواهرمو دیدی اون موقع قیافت دیدنی میشه. جیم جون مزاحم کارت که نیستم، وقت داری؟ یلدیز بیا بشینین. چه حرفیه؟ اومدم زینب رو ببینم، دیدم نیستش، گفتم بیام یه سلامی بهت بکنم. خوش اومدی. حالت چطوره؟ خوبم ممنونم. تو حالت چطوره؟ مامانت حالش چطوره؟ بهتره؟ از بیمارستان مرخص شده. هر روز حالش یکم بهتر میشه. خدا رو شکر، خوشحال شدم. منم نگران حال زینبم. این روزا انگار یکم بی‌حوصله است. آره حواسم هست. لطفاً تو تنهاش نذار. باشه. میدونین که زینب برای خود منم خیلی عزیزه. تا اونجا که بتونم. منم همینو ازت میخوام. زینب به یه دوست خوب مثل تو خیلی احتیاج داره. به یه دوست دلسوز که راه درست و غلط رو بهش نشون بده. خیالت راحت باشه، من پیششم. لطفاً بین خودمون بمونه، چون اگه زینب رو یکم شناخته باشی منو همینجا میکشه که چرا اینا رو بهت گفتم. باشه حواسم هست. ممنونم. هیلدیز خوش اومدی. تو اینجا چی کار میکنی؟
اومده بودم تو رو ببینم، دیدم نیستی، اومدم به آقای جیم سلام میکنم. داشتیم صحبت میکردیم. چه خوب چه خوب. آبجو جون اگه حرفا تموم شده بیا بریم بیرون. جیم جون خیلی ممنونم بابت وقتی که برام گذاشتی. میبینمت. خداحافظ عزیزم. تو دفتر آقای جیم چی کار میکردی؟ چی کار میکردم؟ نمیتونستم پیش اونجا نر خلوچل بشینم که حوصله دیدن علی خانم نداشتم. رفتم پیش جیم. فقط آبجی جون امیدوارم چیزی بروش نیورده باشه. تو منو چی فرض کردی؟ چی آبجی؟ یه آدم بی ادب و دهن لق. مگه نیستی؟ معلومه که نیستم زینب، اعصابمو خورد نکن. به نظرم جیم کیس ازدواجه. کاش لال میشدم و این موضوع رو بهت نمیگفتم. وای زینب مگه چی گفتم؟ پسر با ادبیه. بگذاریم بی خیال دلش کن. باشه آبجی جون بهتره تو رو راهی کنم. بیا عزیزم. ببینم داری چی کار میکنی؟ دارم آماده میشم، کاری نمیکنم. میخوای جایی بری؟ با جیم میریم شام بخوریم. وای خیلی خوشحال شدم، بالاخره به حرفم گوش دادی. فیلدیز اینجوری که تو فکر میکنی نیست، یه شام دوستانه میخوریم همین. بهتر از خونه نشینی و قصه خوردن. آره عزیزم راست میگی، یه قرار دوستانه گذاشتیم. عصبیم نکنین لیز، گوشی رو قطع میکنم. وای وایسا قطع نکنی یا برو عقب‌تر وایسا ببینم چی پوشیدی. هنوز نپوشیدم، بذار نشونت بدم. این لیز ببین. زینب جون این همه لباس برات خریدم، اینو انتخاب کردی؟ اگه اینو بپوشی دیگه عمرن از این به بعد بهت نگاه هم نمیکنه. لیز مگه این چشه؟ تو که آخرش کار خودتو میکنی، اصلا به من چه؟ منو از خودت بی خبر نذار، میبوسمت. پس باید چی بپوشم؟ سلام، خوش اومدین. لیلا جان فردا میبینمت. یعنی چی نمیای بالا دایی؟ میدونی که کار دارم، مراقب خودت باش. میبینمت. چه عجب اومدین. حالت چطوری؟ خوبم ممنونم، تو چطوری؟ خیلی ممنون. لیلا رو آوردم. لطف کردی ممنونم، نمیذارم جایی بری. بیا دیر وقته، مزاحمتون نمیشم. این چه حرفی علیحان؟ یه شام بخوریم. بیا دایی بیا. باشه. دلت واسه بابا تنگ نشده؟ چرا بابا جون؟ میتونیم با هم حرف بزنیم؟ باشه. برای بلاهایی که سر زینب آوردی تا حالا هیچی نگفتم، اما فکر نکن اون کسی رو نداری. از وقتی وارد زندگی شدی فقط ناراحتش کردی. ازت خواهش میکنم سمتش نرو. باشه. یه چیزی یلدیز، بد نیست تو هم مراقب روابطت با لیلا باشی. لیلا جوان و بی تجربه است و میتونه راهشو اشتباه بره. متوجه منظورم شدی؟ خوبه. آی لیلای چلمنگ. خیلی خوب بلده گیتار بزنه. این در راننده داری؟ بعدن حرف میزنیم. تا اینجاشو گفتی لااقل اسمشم بگو. برای اینکه چشم نخورم به کسی نمیگم. بفرمایید شام آماده است. لطفاً بفرمایید شام. من باید به یکی زنگ بزنم، صحبت کنم، بعد میام. باشه راحت باش. خب کوین چطوره؟ کی قراره بیاد؟ بلیتشو گرفتم، هفته دیگه قراره بیاد. راست میگین؟ خیلی خوشحال شدم، واقعا دلتنگشم. بله علیحان. جیم چه خبر؟ میتونیم حرف بزنیم؟ آره چیزی شده؟ اگه بیرونی بعدن زنگ بزنم. بیرونم، با زینب داریم شام میخوریم، اما میتونی بگی. میخواستم گزارش‌های تبلیغاتو بگیرم اما عجله ای نیست، مزاحمتون نمیشه. فردا میبینمت. باشه فردا میبینمت. شب بخیر. علیحان حالت خوبه؟ خوبه. آخه رنگت پریده. حالم خوبه یلدیز. یلدیز پول گذاشتم توی پاکت و کارتتم اینجاست. بده ممنونم. این آخرین قسطیه که باید به اون شخص بدم، دیگه تموم میشه. خدا رو شکر این قضیه تموم میشه. یعنی چی یلدیز؟ مگه به خانوادت کمک نمی کردی؟ آره دارم به اونا کمک میکنم، این آخرین کمکمه.
نفهمیدم، یعنی توافقمونم کنسله؟ دقیقاً. یلدیز، من روی اون مبلغی که صحبت کردیم حساب کردم. نمیخوای که منو وسط راه ول کنی؟ نه چرا بخوام ول کنم؟ بعضی وقتا میام ازت خرید میکنم. یلدیز، از این خبرا نیست. باید اینو همون اولش بهم میگفتی. وقتی اومدی اینجا و کمک خواستی اون موقع باید اینو میگفتی. یعنی میگی چی کار کنیم؟ باشه، پس تا یه مدت بازم ادامه میدیم. حداقل 6 ماه. 6 ماه؟ 6 ماه زمان زیادیه، نمیتونم این همه استرس بکشم. به نظر من که زیاد نیست، میخوای بهش فکر کن. باشه فهمیدم. یه کاریش میکنم. خود دانی. شر آسمان کم شد، یکی دیگه اومد. یعنی باید به دفنه بگم. جونم عزیزم. دفنه جون، چه خبر؟ چی کارا میکنی؟ اومدم خرید عزیزم. تو چی؟ میشه امروز همدیگر رو ببینی؟ خیلی دوست داشتم اما نمیتونم. پس شب برای شام بیا خونمون. یلدیز جون عزیزم ببخشید، من برای شام به یکی قول دادم. ای بابا. باشه. عزیزم تو چرا صدات گرفته؟ نکنه چیزی شده؟ نه عزیزم، موضوع مهمی نیست، بعدم میبینم. باشه، اما بعداً حتما به هم بگو، نگرانت میشم. باشه عزیزم، میبینمت. فعلا. عزیزم شام حاضره، بیا بخوریم. یه لحظه بیا. درم ببند. چی شده؟ بیا بیا اینجا. بیا اینجا رو نگاه کن. خیلی خرج کردم. خیلی. ببین برام واقعا سواله که از اون بوتیک دقیقا چی میخری که مبلغا اینقدر سنگین؟ عزیزم خب لباس، چون همه لباساش از خارج کشور میان، برای همین گرونن. مهمونی هم که زیاد میریم، میدونی که این خریدا رو انجام میدم شیک باشم. یلدیز میخوام خریداتو ببینم. باشه همشون تو اتاقن. و یه مدت هم خرید نکن. باشه معذرت میخوام. پس من میرم، تو هم بیا، شما کشیدن. باشه الان میام. باشه. اون روز که زنگ زدی صدات خیلی بد میومد. با حالیت رابطتون خرابه؟ نه عزیزم، موضوع حالیت نیست. عزیزم مشکل تو بگو تا حلش کنیم. عزیزم نمیخواد بترسی، من دهنم قرصه. مشکلت هر چیه بگو، شاید کمکت کردم. خب دفنه جون، راستشو بخوای اصلا موضوع مهمی نیست. اگه مهم نیست پس چرا به هم ریختی؟ میدونم مدت کوتاهیه که با هم دوست شدیم، اما میتونی به هم اعتماد کنی، خیالت راحت باشه. دفنه، من اشتباه بزرگی کردم. الانم نمیدونم باید چی کار کنم. مگه چی کار کردی؟ باید به یه نفر پول قرض میدادم، برای همین رفتم از یه بوتیک پول گرفتم. حالیتم که حسابا رو در آورد فهمید که از اون بوتیک خیلی خرید کردم. بهم گفتی که خرید نکن. منم رفتم به صاحب بوتیک گفتم این قضیه تمومه، اما طرف قبول نمیکنه. گفت اینجوری حرف نزده بودیم، حالا نمیدونم باید چیکار کنم. بعد جور گیر افتادم. این که چیزی نیست، بهت که گفته بودم همه زنا این کارو میکنن، میدونی که. اما کار خوبی کردی که به حالیت نگفتید. نفهمیده درسته؟ نه نگفتم. نفهمید که با این هدف رفتم اونجا کارت کشیدم. کاش میرفتم از خودش پول میگرفتم و خودمو تو این دردسر نمینداختم. حالیت خیلی هم خسیسه. یه زن خوشگل مثل تو گیر آورده، خب باید هم خرجت کنه. چی بگم دفنه؟ آره خصلتش همینه، میشناسمش. تو ناراحت نباش، خودم درستش میکنم. تو چجوری میخوای درستش کنی؟ عزیزم من یه پله از بقیه زنا جلوترم، چون پولم مال خودمه. کسی هم نیست که بخوام بهش جواب پس بدم، خودم میپردازم. اما آخه دفنه، من نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم. یلدی چرا انقدر تعارف میکنی؟ نمیخوایم که بریم خونه بخریم بعدم پسش میدی. آخه مگه اینجوری میشه؟ عزیزم تو فکر بهتری داری؟ نه. پاشیم بریم. بیا با هم بریم با صاحب بوتیک حرف بزنیم. یلدیز چرا نشستی؟ پاشو دیگه. بجو.
آی دفنه ممنونم. مهم نیست. منو ببین، تو این ایده رو از من گرفتی، درسته؟ آره عزیزم همینطوره. دفنه خانم، من و یلدیز خانم با هم توافق کردیم. منم قبول کردم این کار براشون انجام بدم. یشیم خانم، چون این کار کاملا به نفعتون بود قبولش کردین، درست نمیگم؟ پس لطفاً بیخودی منت رو سر کسی نذارید. ما احمق نیستیم. بگذریم، حوصله یه بحث ندارم. اینو بگیرین و همه مبلغ رو یه جا بکشین. باشه. نگاش کن. انگار ما بهش بدهکاریم. استرس گرفتم. نگیر، این پرروه. رسیدش. حالا که پولتو گرفتی باید قول بدی که این موضوع پیش خودمون میمونه و جای درس پیدا نمیکنه. خیالتون راحت. خودتونم میدونین که پای آبروی منم در میونه. اونو فهمیدین و چند بار بهم گفتی. درسته عزیزم. بریم جونم. نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. کاری نکردم عزیزم. نه به خدا راست میگم، اون همه پول دادی؟ عزیزم دارم که دادم. نمیتونستم ببینم تا قصه میخوری. برای یکی از دوستای ارزشمندم یه کار کوچولو کردم. نمیدونم چجوری جبران کنم. بیا اینجا یه چیزی بخوری. یلدیز فقط یه خواهشی ازت دارم، لطفاً اینو به حالیت نگو. نه نمیگم. حوصله یه بحث باهاشو ندارم. حتی بهش نگو که همدیگر رو میبینیم، باشه؟ چرا؟ عزیزم معلوم که نمیکنه. این زنه ممکنه بره یه حرفایی بزنه. باید محکم کاری کنیم. نباید حالیت بفهمه. باشه فهمیدم، نمیگم. گاهی بگو اتفاقی دیدمش. یه وقت نگو با هم قرار میذاریم. خوش اومدی. سلام، 2 تا اسپرسو لطفاً. باشه فهمیدم. اونجوری میگم. اولش مطمئن شیم این زنه دهنلقی نمیکنه، بعدش هم مثل سابق میشیم. خدا رو شکر که حلش کردیم. اون راننده یه اریمه؟ بله خانم، تازه استخدام شده. به نظر آدم خوبی میاد. وای آیسل، از کجا میدونی؟ انگار آدم شناسی. نوش جان خانم. این درم راننده داره. همتون بگیم ببینم امروزتون چطور بود؟ برای من که خوب گذشت. خوبه. لیلا تو چی؟ من دانشگاه بودم بابا. از وقتی از پیش داییت اومدی ندیدم برای بیرون رفتن اجازه بگیری. یادت قبلا نمیشد تو رو تو خونه نگه داشت؟ اتفاقی افتاده؟ نه، حالا حوصله بیرون رفتن ندارم. باشه. تو چیکار کردی؟ بعد مدرسه رفتی تنیس؟ آره رفتم، راکتمو نبرده بودم، آقا کمال برام آوردش. آفرین بهت پسر عاقلم. کمال چطوره؟ ازش راضی؟ آره خوبه، ازش راضیم. آدم خیلی خونگرمیه. خوبه، خوشحال شدم. راستی زهرا کجاست؟ با دوستاش قرار گذاشته بود، پیش اوناست. پس به زندگی سابقش برگشته. این منو رو تو آماده کردی یا آیسر؟ من آماده کردم. انگار که آیسر منو نوشته. کاش یکم تو انتخابات دقت کنی. راست میگی؟ خوشت نیومد؟ پس حتما منو رو عوض میکنم عزیزم. ممنون میشم. پسرم چقدر باید بهت بگم سر سفره گوشی رو بذار کنار؟ بابا ببخشید، دارم به دوستم یه چیزی میگم. بذارش کنار، صبحونت رو بخور، مدرسه دیر میشه. چی شده؟ بزرگ شدی دیگه دخترها ولت نمیکنن؟ خواهر راستش دیروز با دوستام رفتیم کلوپ عادل. انقدر خوب بود، خیلی خوش گذشت. ما هم بریم. باشه. راستی علیحانم دیدم اونجا بود و فهمیدم که دوره اون دختر لاله هم تموم شده. از کجا فهمیدی؟
با دوست دخترش بود. باهاش آشنا شدم. باید میدیدینش، انقدر خوشگل و ناز بود که نگو. علیحان دوست دختر داری؟ آره، چرا تعجب کردی؟ نه، چرا تعجب کنم؟ منم خبر نداشتم. دایم به منم چیزی نگفته. حتما بهت میگه. واقعیتش خیلی به هم می اومدن. برای اولین بار از سلیقه علیحان خیلی خوشم اومد. خیلی خوب بودن. کل شبا با هم میخندیدن. این پسرم بس دیگه، برو مدرسه، دیر میشه ها. راستی برگاهی مدرسه تو دیروز امضا کردم، اونا رو برداشتی؟ نداشتم بابا. آفرین بهت. عزیزم کمکش میکنی؟ بیا. فکر کنم رو میز کارمه. باشه. حواستو بیشتر جمع کن. خدافظ همگی. آیسه، کیف ایریمو بیا. خودم برمیدارم، مسئله نیست. باشه بردار. رو میز بود. بیا ایریم جون. خیلی ممنونم. موفق باشی. آقا کمال بریم. یادت نره خرید کنی. آقا ایریمو که رسوندی برو خرید کن. باشه. حالا من چه جوری اینو به زینب بگم؟ اما باید بدونه. جونم آبجی جون. زینب جونم، حالت چطوره؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبی؟ منم خوبم. عزیزم میخوام یه چیزی بگم اما ناراحت نشو. باز چی شده؟ زهرا امروز یه چیزی بهم گفت. علیحان دوست دختر داره. زینب شنیدی؟ شنیدم. به زهرا معرفیش کرده. از صبح که سر میز نشسته یه دم داره ازش تعریف میکنه. نمیخواستم بهت بگم اما باشه فهمیدم. ناراحت که نشدی؟ دوبله شده در استودیو جم. آیسل شنیدی چی گفتم؟ آیسل خانوم نیستن، اگه بخواین من میتونم قهوه‌تون رو بیارم. کمال گوش به فرمانتونم. تو اینجا چی کار میکنی؟ به این دلیل. چه فکری پیش خودت کردی؟ برو گم شو از اینجا بیرون. برو گم شو. راستشو بگو، دلتنگم نشدی؟ چی داری میگی؟ تو اینجا چه غلطی میکنی؟ دیوونه شدی؟ زود برو بیرون. نه یلیز، نمیتونم از اینجا برم. از این به بعد راننده جدید آقا ایریمم. یعنی تو این خونه موندگارم، باید بپذیری. چی؟ آره، هم کار میکنم پول در میارم، هم زن سابقمو میبینم. اینجوری با یه تیر دونشون زدم. کمال روانیم نکن. باید از اینجا بری. تو چرا انقدر عصبی؟ نکنه شوهرت گذشته‌تو نمیدونه. جدا ها، چرا به فکر خودم نرسیدم؟ کمال درد چیه؟ اگه پول میخوای من بهت میدم. فقط خواهش میکنم از اینجا برو. یلیز، چه زود به دنیای پولدارا عادت کردی، شبیه‌شون شدی. کمال پس بگو چی میخوای؟ چرا اومدی اینجا؟ چی میخوای؟ من نیومدم که از تو چیزی بخوام، دنبال خرج زندگی. برو یه جای دیگه کار کن، مگه قحطی کاره؟ اینجا رو دوست دارم. یا از اینجا میری یا یه راهی پیدا میکنم و دکت میکنم. تلاش تو بکن. کمال داشتم دنبال تو میگشتم. اشتباهی اومدم بالا، دیگه تکرار نمیشه. معذرت میخوام یلیز خانم. روز بخیر. آیسل دیگه نبینم راننده برای خودش این وسط به چرخه. باشه چشم خانم. زینب آبجی چی شده؟ باید حرف بزنیم. حالت خوبه؟ اصلا. باشه بیا، اینجا نمیشه، اتاق جلسه خالیه، بریم اونجا.
اتفاق بدی افتاده. اونو که خودم فهمیدم تا گفتی باید حرف بزنی معلومه یه چیزی شده، اما چی؟ آماده ای؟ آره. کمالو دیدم. چی؟ کجا؟ خونه ما. چی داری میگی؟ راننده جدید اریم کماله. یلدیز ممکن اتفاقی بوده باشه. نه زینب اتفاقی نیست. اومده ازم انتقام بگیره. اول صبحی جلوم سبز شده، نمیدونی چه حالی شدم. باورم نمیشه، از کمال واقعا بعیده. زینب من باید چیکار کنم؟ اگه بره به حالیت بگه قبلا زنش بودم، اون وقت باید چیکار کنم؟ یلدیز یعنی تو اینو به حالیت نگفتی؟ معلومه که بهش نگفتم. یلدیز آدم یه همچین چیزی رو مخفی میکنه، آخه دیوونه شدی. الان که موضوع اون نیست زینب، بیچاره شدم. ای بابا نترس یلدیز، این که چیزی نیست. برو به حالیت همه چی رو بگو، قضیه رو ببندش بره. چی بهش بگم قبلا میخواستم بهت بگم اما فراموش کردم. نه یلدیز راستشو بگو ترسیدم از دستت بدم، برای همین نتونستم بگم، بعدش هم خلاصمون شد. نمیشه زینب، نمیتونم بگم، جرأتشو ندارم. اگه الان اینو به حالیت نگی بعدن مشکلات بدتری برات به وجود میاد. من باید یه جوری اونو از خونه دورش کنم. ای بابا چرا به حرفم گوش نمیدی؟ تو از چی میترسی؟ تو که این وسط کاری نکردی. یلدیز نکنه نسبت به کمال احساس داری. این چه سوالیه میپرسی؟ راستش یه چیزی شده. چی شد؟ منو بوسید. یعنی چی بوسید؟ زینب قسم میخورم من توی این مورد بی تقصیرم. دیدمش خشکم زد، اونم به زور منو بوسید. یلدیز واقعا بهش احساس نداری؟ نه به خدا، محکم زدم تو گوشش. کار خوبی کردی، اما چرا الان اینجوری؟ زینب من میترسم حالی تو از دست بدم. پس آبجی جون اگه نمیخوای از دستش بدی برو همه چی رو بهش توضیح بده، به همین سادگی. ببخشید نمیدونستم شما اینجایی. نه مهم نیست، چند دقیقه دیگه جلسمون شروع میشه. جلسه داری؟ پس بهتره من برم. آها یلدیز خوش اومدی. سلام جیم، حالت چطوره؟ خوبم مرسی، تو چطور؟ منم خوبم. جلسه دارین؟ من مزاحمتون نمیشم. خبر رو به خواهرت دادی؟ کدوم خبرو؟ هنوز بهش نگفتم. چی شده؟ آبجی جون بعداً برات توضیح میدم. قربان یلدیز خانم اومدن. سلام. خوش اومدی عزیزم. وقت داری؟ آره عزیزم بیا. جونم یلدیز چی شده؟ میگم امشب شام بریم بیرون. باشه چرا که نه؟ البته اریم ممکنه تنها بمونه. به اریمم خبر میدیم، مشکل نیست. باشه. یه سوال دیگه ازت داشتم. تو این راننده اریمو اسمش چی بود؟ کمال. راستش حس خیلی بدی بهش دارم. چرا چی شده؟ امروز صبح بی اجازه داشته خونه برای خودش ول میگشت. یعنی چی؟ برای خودش این ور و اون ور سالن میچرخید. ازش پرسیدم کاری داری؟ گذاشت رفت. یعنی میدونی که تو جامعه دو زیاد شده، نشناخته نمیشه استخدام کرد کسی و آدم میترسه. مطمئنی؟ آره مطمئنم. آیسلم دیدش. تو اینو از کجا پیداش کردی؟ راننده اندر بود، بعدش راننده اریم شد. راننده اندر؟ آره. عزیزم مگه تو اندر رو نمیشناسی؟ آخه چرا آدم اونو برداشتی استخدام کردی؟ اندر که نگفت بیا این پسره رو استخدام کن. منابع انسانی در موردش تحقیق کردن، گفتن مشکلی نداره. شاید گفته باشم مشکلی نداره، اما من از این پسر خوشم نمیاد. از طرفی تو هم که اندر رو میشناسی. من آدمی که اون تایید کنه و براش کار کنه رو نمیخوام تو اون خونه ببینم، نمیخوام. باشه. نه نمیشه. باشه یلدیز. اذیت میشی میفرستمش بره. آره بفرستش بره، ممنون میشم. از طرفی سنش هم خیلی پایینه، نمیشه اریمو بهش. آره خیلی جوونه، بعدها مشکل دار میشه، بفرستش بره. باشه حلش میکنم. خیلی ممنونم عزیزم. اریم جون من به این آدم اعتماد ندارم. نگرانت هستم که اینو میگی. تو بیشتر از مامانم که نگران نیستی. بابا من که حرف بدی نزدم. من هر چی که میخوام به یه طریقی توی این خونه از دستش میدم. چه ربطی داره؟ ببین بابا، مامان بهش اعتماد داره، قبولش داره. منم همینطور، رابطمونم خیلی خوبه. چون یلدیز خانم ازش خوشش نمیاد میفرستیش بره. آخه چه ربطی داره عزیزم؟ من به خاطر امنیت هممون دارم میگم. باشه با هم بحث نکنیم. کمال فعلا میمونه. کوچکترین خطایی ازش سر بزنه بلافاصله اخراجش میکنم. قبوله؟ چرا سر میز نمیای؟ مگه بود و نبوده منم برات فرقی میکنه؟
این کارا یعنی چی یلدیز؟ ببین قضیه کمالو داری کشش میدی ها. پیش ارین چیزی نگفتم، حق ندارم بگم آدم این در رو تو این خونه نمیخوام ها. چیکار کنم؟ پسرمو ناراحت کنم؟ نه اصلا، تو فقط تو این خونه دل منو بشکن. فقط همین کار از دستت برمیاد. همیشه یه خدا همین بوده. چرت پرت نگو یلدیز. این حقیقته. این زن برای جدا کردن ما از همون اول نقشه چیده. میشه منطقی فکر کنی؟ یه راننده بی تجربه و خام چی کار میتونه بکنه؟ یلدیز بی خود حساس شدی. یلدیز گفتم که خطایی ازش ببینم اخراجش میکنم. لطفاً قضیه رو کش نده، بحثشو ببند. باشه؟ باشه، بستم. حالا بریم شام بخوریم. بیا. تو برو، من میام. میگم بیا یعنی الان بیا. خیلی ببخشید جانم زینب جون. جدی میگی؟ خب تو چی کار میکنی؟ وای چقدر خوب. نه برای اون خوشحال نشدم، برای اومدنت خوشحال شدم، باور کن. باشه میام بهت کمک میکنم. باشه نگران نباش. چی شده؟ راستش عزیزم تو واحد بالایی خونمون زنبور لونه کرده، میخوان سمپاشی کنن. چی؟ جک و جونور اومده؟ جک و جونور نیست، زنبوره. اصلا هم چندش نیست، همون که عسلشو میخوری وز میکنه، گاهی هم نیش میزنه، اونه. وای با معلوماتت منو مدهوش خودت کردی واقعا. تا یادم نرفته، من دیشب زینبو بیرون دیدم، با جم بودش، دوست پسر جدیدش جم بود دیگه، درسته؟ زینب که خودش اومد ازش بپرس. آره همین پرسم. عزیزم میتونه اینجا پیشمون بمونه؟ عزیزم بیاد، نمیخواد چیز بگیری. خوش بگذره عزیزم. منم پاشم برم به زینب کمک کنم وسایلشو جمع کنه. ارین میشه یه لحظه صبر کنیم؟ میدونم که ازم دلخوری، اما قصد ناراحت کردنتو نداشتم، فقط نظرمو در موردش به پدرت گفتم، همین. یلدیز خانم، من نمیخوام تو نگران من باشی. خدا رو شکر مامان و بابا دارم، بذار اونا در مورد من تصمیم بگیرن. کمال الان ارین میاد. آقا کمال بریم. میدونم با اون اندر چی کار کنم، اینم زیر سر اونه. هیلدیز چی کار میکنی؟ یه ماه که نمیخوام بمونم. لباسات اینجا بمونن بو میگیرن، در ضمن مگه چی میشه یه ماه بمونی؟ این زنبورام دقیقاً درست زمانی که بهت احتیاج داشتم اومدن سراغت، ازشون ممنونم واقعا. زینب میخوام یه چیزی بپرسم. به نظرت من با اندر چی کار کنم؟ آبجی جون نمیخواد هیچ کاری بکنی. بهت گفتم چی کار کنی، گوش نکردی. ببین چی به سرت اومد. راستشو به حالیت بگو، فقط همین. این زنه کمالو فرستاده تو خونه من. از کجا میدونی؟ شاید کار اون نیست. یعنی چی؟ شاید اونم اصلا در جریان نیست هیلدیز. یعنی ممکنه اون پشت پرده نباشه. هیلدیز جون ببین کارت کلن اشتباهه. تو این مورد نه با کمال نه با اندر هیچ کاری نداری، فقط باید بری سراغ یه نفر، اونم حالیته. حقیقتو بهش بگو تموم شه. باشه میگم، اما چه جوری بگم؟ بگذاریم لوازم آشپزخونه رم بسته بندی کنیم، حیفن یه وقت دور نریزیمشون. باشه انجامش میدیم. هیلدیز میخوام یه چیزی بهت بگم. من امروز از سر کارم ساعتی مرخصی گرفتم. اینا رو تو ببر. باشه عزیزم میبرم. چیه؟ میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو. پیشنهاد جمو قبول کردم. خیلی خوشحال شدم عزیزم. چرا تنهایی دارم خوشحالی میکنم؟ چرا قیافت اینجوریه؟ خب چرا قبولش کردی؟ چون گفتم علیحان دوست دختر داره؟
برای همین رفتی به جیم بله گفتی؟ یعنی راستشو بخوای اونجوری که فکر میکنی نیست. چند دقیقه بعد از زنگ زدنم به جیم بله گفتی؟ تبریک میگم. میدونستم که نباید بهت میگفتم، اما باید ذات بدش رو میشناختی، ولی بازم لب و لوچت آویزونه. بیا تو این بذار. مگه تو خودت بهم نگفتی یه فرصت به جیم بده؟ اوف، من گفتم، اما خواستم تو از فکر علیهان بیای بیرون. کاش نمیگفتم علیهان دوست دختر داره. ولش کن، خوبه که فهمیدم. اینجوری منم طرف مقابلمو شناختم. ازش واقعا متنفرم. عزیزم، تو مسائل عشق و عاشقی تنفر اصلا چیز خوبی نیست. برای چی ایلدیس؟ مثلا وقتی زیاد بخندی بعدش اتفاقات بدی میفته. اگه زیاد گریه کنی اتفاقات خوبی میفته. منظورت چیه؟ میگم که هر احساسی که از حدش بگذره برعکسش میشه. آخر این بحثو به کجا میخوای برسونی؟ اگه کسی رو بیش از حد دوست داشته باشی ازش متنفر میشی. زینب، اینو نگفتم که ناراحتت کنم. راست میگی. بی خودی خودم رو گول میزنم. عزیزم، شاید آخر این رابطه خوب تموم بشه. شاید با جیم واقعا خوشبخت بشی. بعدش بگی چه خوب شد که جیم رو انتخاب کردم، معلوم که نمیکنه. بگذاریم اینا رو زودتر جمع کنیم بریم.